1800 سال پیش اولین آپارتمان مسکونی دنیا تو ایران ساخته شد. در نزدیکی شهر ایزدخواست فارس دژی 5 طبقه با امکاناتی مثل بالکن، حیاط و کوچه وجود داره که از زمان ساسانیان به جا مونده. به گفته مورخین این بنا اولین ساختمان چند طبقه در جهان بوده که حدود 3000 نفر و حدود 600 خانوار در آن زندگی می‌کردند. ساسانیان در ساخت این بنا بسیار هوشمندانه عمل کردند. بنا حدود 15 متر از زمین فاصله دارد که در برابر جنگ ها و همچنین سیل ایمن بوده است. این مجتمع جهت امنیت بیشتر تنها یک در ورودی دارد. پس از ورود به دروازه به یک پل چوبی برخورد می کنید که در زیرش گودال عمیقی وجود دارد. مکانیزم امنیتی ورودی دژ به این صورت بوده که طناب‌هایی به این پل چوبی متصل بوده و پس از حمله به آن سربازان از طریق طناب پل را برمی داشتند. این دژ دارای یک عبادتگاه نیز بوده است که به صورت 4 طاقی ساخته شده است. همانطور که در عکس مشخص است، بنا نسبت به قدیم تخریب شده و نیاز به مرمت و نگهداری با حساسیت بالاتری دارد.